مرغ عشق‌ها پرنده‌های بازیگوش و باهوشی هستند و اسباب بازی برای سلامت روح و جسمشون بسیار ضروری هستش. وسایل بازی محبوب مرغ عشق‌ها تاب چوبی یا پلاستیکی هستش که خیلی دوست دارن و ساعت‌ها روی اون میشینن. نردبان چوبی هم برای بالا رفتن و تحرکشون خیلی خوبه. اسباب بازی‌های جویدنی، چوب نرم، چوب بالسا برای تخلیه انرژی و نوک زدنشون خیلی مفید هستش. طناب پنبه‌ای ضخیم برای بالا رفتن و بازیشون، ولی طنابی باشه که پرز نده. زنگوله کوچک ایمن باعث سرگرمی و کنجکاویشون میشه. مهره و حلقه های پلاستیکی مخصوص پرنده، چوب های سبک سوراخدار، آویزهای چوب و کاغذ طبیعی، آینه به مقدار کم مخصوصا برای تک پرنده ها. نکات ایمنی مهم این هستش که فلز زنگ نزده باشه، رنگ ها غیر سمی باشن، نخ نازک و الیاف آزاد نداشته باشن چون پاشون گیر میکنه. آینه هم زیاد باشه تو قفسشون براشون خوب نیستش، باعث استرسشون میشه. هر 2-3 هفته هم باید اسباب بازی ها رو عوض کنیم تا ازش خسته نشن.